به نام خالق هنر، مرتضی نکویی هستم. خب گفتم براتون یه توضیح بدم. خیلی هم میپرسیدن که این آموزش 0 تا 100 میکس و مسترینگ چیه و چه سرفصلایی داره. اول یه توضیح بدم، این دوره اولش با شک و تردید من شروعش کردم. الان 50 تا دانشجو داره، ولی خب وقتی که دیدم بچه ها دارن پیشرفت میکنن، همینجور که میبینید آپدیت های زیادی براش گذاشتم، همین که خیلی دوره قوی و عالی شد و بچه ها دارن واقعا پیشرفت میکنن و واقعا کاراشون میفرستن، بعضا از خودم هم بهتر میکس میکنن. حالا کسایی که زحمت میکشن نتیجه زحمتشون بیشتر میبینن و کسایی هم که خب کمتر زحمت میکشن سرعت پیشرفتشون کمتر میشه. ببینید اسم این آموزش هست 0 تا 100 میکس و مسترینگ با مرتضی نکویی. اصلا این کلمه 0 تا 100 رو من باهاش مشکل دارم، ولی اینقدر کاملش کردم که این بشه یه جورایی به این گفت 0 تا 100 میکس و مسترینگ. واقعا به خاطر همین من از این جمله استفاده میکنم، با جرأت استفاده میکنم ازش. خب ببینید، اولین اتفاقی که در این آموزش میفته اینه که من این آموزش رو در هیچ سایتی نذاشتم. چرا؟ چون این پشتیبانی مستقیم خودم رو داره و باید دانشجو رو بشناسم. همینجور نمیشه مثلا طرفیت تو سایت بخره. مثلا اولا نباید دانشجو مبتدی صفر باشه، باید بدونم کیه، از کجا اومده، چه جوریه داستانش، و چون این 15 سال تجربه من، این تیر خلاص منه، نمیتونم همینجوری هر جور شد اینو در اختیار هر کسی بذارم. خدمت شما عرض کنم که با یکی از بهترین آموزش های من ابزارشناسی 1 شروع میشه که در 2 قسمت شده و بعد این جلسه اول که می نویسم، این دقیقاً روش میکس و مستر من به صورت خصوصی بود با آقای پویان نجف عزیز که اجازه دادن من این جلسه رو حالا با دوستان دیگه هم بتونن استفاده کنم. 2 ساعت و 40 دقیقه جلسه اولشه، 2 ساعت و 19 دقیقه جلسه دومشه. توی این 2 جلسه من روش شخصی میکس و مسترینگم رو میگم. پس شما چیکار میکنید؟ ابزارشناسی 1 رو یاد میگیرید، میفهمید که پلاگین ها چی هن، ابزارهاتون چی هن، هر کدوم چه نوعی دارن، چی هستن، اصلا چی کار میکنن. بعد میاد روش میکس منو یاد میگیرید. اصلا به سبک هم فرقی نمیکنه، یعنی میخواد پاپ باشه، رپ باشه، آرنبی باشه، مهم نیست، راک باشه، سرود باشه، مهم این که ما روشمون برای همه یه جوره. بعدش میایم کارگاه ابزارشناسی رو یاد میگیریم که توی اسفند ماه 1401 برگزار شد، نزدیک 3 ساعت این ابزارشناسی و یکی از آموزش های فوق العاده منه که یعنی رسما ما تا اینجا که چند ساعت میشه، حدود مثلا 10 ساعت میشه تا اینجا، تا کارگاه ابزارشناسی 2 رو ما تموم کنیم رسما همه کار کردیم دیگه، تموم. یعنی همه چیز رو به دست آوردیم، روش شخصی من، روش میکس مسترینگ و مبانی میکس، تموم. حالا از اینجا به بعد من دیگه آپدیت کردم، اومدم یکی از پروژه‌هایی که به من سپرده میشه میکسش رو از 0 تا 100 گذاشتم. گفتم آقا این میکسش 0 تا 100 ببینید که من همش پروژه‌ای که برای خودم هم میاد با همین روش میکس میشه. خب اوکی. بعد اومدم شروع کردم ترفند گذاشتن، ترفندهای میکس، ترفندهای میکس، ترفندهای میکس، ترفندهای میکس، چیزایی که به درد بچه‌ها میخورد. از جلسات VIP قدیمم گذاشتم. دوباره میکس 0 تا 100 یک پروژه، این فکر کنم بدون توضیحات بود. ببینید نزدیک 2 ساعت دوباره با همون روشم که آقا خیالت راحت بشه، من چیزی نگفته ای ندارم، من همونی که برای اون تهیه کننده و اون کسی که بهم سفارش کار هم میده من همینجوری میکس میکنم. آپدیت های میکس وکال رو گذاشتم، با محوریت سرود گذاشتم. کارگاه مسترینگ داشتم سال 1099، خیلی خوب بود، 3 ساعت بود. میکس درام و بیس و وکال پروژه 6 و 8 رو گذاشتم، چون بچه‌ها مثلا سوال میکردن که چه فرقی میکنه. خب من گذاشتم، دیدم فرقی نمیکنه. یه پروژه گذاشتم برای میکس و مسترینگ از پروژه‌های خوب خودمون
که بچه ها بتونن تمرین کنن. بعد همینجور آپدیت میکس وکال 2، تیون وکال سنتی، ترفند. و امروز هم که نمیدونم چندم تیر ماهیم، 10-12 نمیدونم، میکس یک پروژه رو از 0 تا 100 گذاشتم بدون توضیحاته، ولی دقیقا از اولی که پروژه باز میشه و ما لاین ها رو اد کردیم، هیچی نیست، هیچی نداریم دیگه، فقط لاین ها رو اد کردیم تا مرحله مسترینگ و مرحله خروجی و باز هم میبینیم همون روشه. هرچی هم ترفند جدید بوده توش کار کردیم. ببینید جمع این آموزش ها من نمیدونم، ولی خب حدودی که حساب کردم فکر کنم حدود 23-4 ساعت میشه. یعنی من جلسه های خصوصیم هر کدوم ساعتیه تومنه جلسه خصوصی. حالا اینا بخوام حساب کنیم نزدیک 22 میلیونه. پس استفاده کنید، هیچ وقتی همچین چیزی رو پیدا نمی کنید. آموزش های غلط و آموزش های گمراه کننده، آموزش هایی که پشتوانه علمی ندارن توی اینترنت پره. من نمیخوام این اذیت بشید. اصلا هم نه منو پولدار میکنه نه اتفاقی برای من میفته. فقط کسایی رو که تشخیص بدم این آموزش به دردشون میخوره میتونن استفاده کنن. پس همینجور که دیدید خیلی شیک ساعتاشون هم کنارشون نوشته و میتونیم ببینیم. آها بچه اینجا نوشته 28 ساعته، 28 ساعت این آموزش. به همین راحتی دانشجوهاش هم فکر کنم حدود 50 نفر تا الان باشن. امیدوارم بهترین ها برای شما باشه. مخلصیم.